های گایز، من امیرم و با یکی دیگه از قسمت‌های آموزش تصویربرداری در خدمتتون هستیم. امروز قصد دارم در مورد حرکت‌های دوربین باهاتون صحبت کنم. حرکت‌های دوربین خیلی زیادن، ولی ما تو این قسمت قصد داریم که اصلی ترین و کاربردی ترین حرکت‌های دوربین رو برای شما بگم. این حرکت‌ها رو گام به گام براتون توضیح میدم، دونه به دونه تو تصویر نشونتون میدم و یکی یکی با هم تمرین میکنیم، با هم دیگه ترکیب میکنیم و اون حرکت‌هایی که ما برای تصویر برداری میخوایم رو بهتون آموزش میدیم. در ضمن تو این قسمت یه سری حرکاتی رو بهتون آموزش میدیم که کاملا منسوخ شده، ولی چون از پایه ترین حرکات دوربین محسوب میشه لزوما باید تو این قسمت گفته بشه که شما ترجیحاً بدونید. ولی تو این سالا دیگه این حرکات حذف شده و با ترکیب کردن با یه سری حرکات دیگه میتونیم تصویرهای خیلی بهتری بسازیم. پس با هم بریم این تصاویر رو با مدلمون بگیریم و بهتون نشون بدیم. بریم. ایشون هستن مدلمون. اولین حرکتی که میخوایم بزنیم حرکت پن هستش یا همون چپ و راست کردن دوربین. رو مدلمون تصویر خروجی رو میبینیم. اینم چپ. حرکت دوم حرکت تیلت هستش، بالا پایین کردن دوربین. این دو تا حرکتی که گفتم، حرکت اول پن و حرکت تیلت، هر دوش به تنهایی منسوخ شده. حرکت تیلت رو با هم میزنیم. حرکت بعدی دوربین پوش این یا دالی این هستش و برعکسش هم میشه پول آوت یا دالی آوت. حرکت رو به جلوی دوربین و حرکت عقب رفتن با دوربین تو یک محور که به نظر من پوش این یه خورده منسوخ شده است، ولی حرکت پول آوت به عقب رفتن با یه لنز واید میتونه مخاطب رو به تو تصویر نگه داره، ببینه چیا به تصویر داره اضافه میشه. حالا من هر دو نمونه رو با مدل میزنم، تو اسلاید بعدی تصویر رو ببینید. حرکت بعدی حرکت بوم آپ و بوم داون هستش، حرکت به سمت بالا رفتن و به سمت پایین اومدن با دوربین. نمونهشو بریم. حرکت بعدی حرکت آرک یا کرو هستش، یه حرکت نیم دایره دور سوژه که خیلی کار آمده. منو ببخش اگه حرف من دلت. حرکت بعدی حرکت ترکینگ شات یا فالوینگ شات که تو این حرکت سوژه رو دنبال میکنیم، یا سوژه به سمت دوربین میاد و همزمان دوربین به سمت عقب و حرکت سوژه رو به جلو و دوربین به سمت جلو. بریم اینو با هم تست کنیم. خوبه، همینو برگرد. دفعه با یه 3 دیگه. 3 2 1. خوبه. بدرک که قلب تو شکسته، عشق من در نمیاد یه قطره، صبر و تحمل من یه لحظه. تراکینگ شات یا دنبال کردن سوژه از پهلو، چه از پهلوی راست چه از پهلوی چپ. بریم تصویر رو با هم بگیریم. 3 2 1. حرکت بعدی حرکت
ریول شات هستش که یه حرکت خیلی خیلی کاربردیه که تو همه موزیک ویدیوها و کلیپ‌های استایلی دیدیم. یه حرکتیه که سوژه رو از پشت یه شیئی، ساختمونی، چیزی نشون میدیم، یعنی به صورتی تصویر رو میاریم بالا، فوکوس روی سوژه است و انقدر تصویر رو میاریم بالا تا سوژه بیاد داخل کادر. حرکت آخر حرکت رول 360 هستش که یه حرکت فانتزی به حساب میاد، تو بعضی از کارا کاربرد داره. حالا من همینجور که سر جا وایسادم با رونین RS تیری رول 360 میزنم. از اینجا به بعد تصویرم تو مانیتور ندارم، حتما یه مانیتور کنار گیمبالتون میخواد. حالا که حرکت‌های دوربین رو با هم شناختیم و یکی یکی نشونتون دادم، حالا بهتره که این حرکت‌ها رو با هم ترکیب کنیم تا اون چیزی که ما می‌خوایم برای تصویربرداری رو بسازیم. تو آخر این ویدیو رو حتما نگاه کنید. تو انتهای ویدیو حتما 4-5 تا حرکت ترکیبی با هم گذاشتم که به صورت زیرنویس زیر هر حرکت ترکیب همه این حرکاتی که گفتم تو یک سکانس، تو یک پلان انجام شده. خب حالا که این حرکت‌ها رو شناختیم و با هم تمرین کردیم، باید کاری کنیم که مخاطبمون کمتر و کمتر متوجه حرکت دوربین، وجود دوربین بشه. برای اینکه این قضیه رو نشون بدیم و به مخاطب ثابت کنیم که دوربینی وجود نداره و حرکات دوربین رو تشخیص نده، نتونه حدس بزنه، 3 تا کاری باید انجام بدیم. یک، حرکت اول اینه که یعنی فن اول اینه که کاری بکنیم که دوربینمون کمترین لرزش رو داشته باشه، که میتونیم از گیمبالا استفاده کنیم و تمرین روی دست و نفسگیری این تمارین رو انجام بدیم تا بتونیم کمترین لرزش رو توی تصویر داشته باشیم. باید دوربین به صورتی باشه که انگار که توی هوا معلقه، انگار که دست شخصی نیست. نباید حالت انسانی رو روی دوربین ایجاد کنیم. نکته دوم دید غیر انسانیه، یعنی باید ما تصاویر و پلن‌هایی رو ضبط کنیم که چیزی که انسان به صورت عمومی، به صورت عادی داره میبینه رو ازش دوری کنیم و اون پلن‌ها رو ضبط نکنیم. باید مثلا به عنوان مثال تصاویری رو بگیریم که با چشم معمولی، با قد و نشستن حالتی که شخص میگیره قابل رؤیت نباشه، مثل تصاویری که از زیر با لنز واید میگیریم، میخوایم بزرگنمایی شیئی یا مجتمعی رو نشون بدیم، یا تصاویری که با لنز ماکرو از یه گلی، برگی، زنبوری چیزی میگیریم که اینا با چشم عادی قابل دیدن نیست. و اما نکته سوم اینه که ما باید از حرکت‌های انسانی دوری کنیم. حرکت‌هایی مثل اینکه مثلا فکر کن چشتو دوربین قرار بده، فکر کن که بلند شدی میخوای حرکت کنی، نباید این حرکات رو دوربین داشته باشه. راحت چپ و راست رو نگاه کنه، بالا پایین رو نگاه کنه. این حرکت هایی که با سر داریم رو نباید تو دوربین داشته باشیم. فکر کن شما دوربین دست گرفتی، دوربین رو بیارم، فکر کن شما دوربین رو دست داری، اینجوری هیچ وقت ما فیلم نمیگیریم. حرکاتی که سر انسان داره تو حالت عادی روزمرگی که چپ و راست نگاه میکنه، این حرکت ها رو با دوربین اصلا نباید بزنیم. حالا که همه این حرکات و نکته ها رو با هم شنیدیم و دیدیم، میریم سراغ این که چند تا پلن و ترکیبی با همه این حرکاتی که گفتم ضبط کنیم و تو انتهای ویدیو براتون بذارم. این ویدیو هم به پایان رسید. امیدوارم که ویدیوهای بعدی در مورد کات‌های تصویربرداری حتما اونم ببینید. دوست شک نکن بیدارم، آن خواب یه جاده دوره، واسه منی که یه راه صافیه خواسته بوده، یه ذره چه شکسته ترشه. آره خوبه تا که واضح ترشه کوره. تو بودی تو تقویمام که تغییرها رو کاشتی، واسه رسیدن یه مسیر طولانی داشتی. آره باید یادت باشه، یاد من نمیره تا که پیش من بمیره.